به نام آن الله مهربان که جان هر یکی ما در دست اوست. اوست قابل پرستش و ستایش. اوست که به ما رزق می دهد و نگهبان ماست. در حقیقت قابل پرستشی یا رب. در حقیقت دنیا زیباست. طبیعت، دشت و بیابانها، دریا و کوهها واقعا هم زیباست. انسان را فریفته خود می کند. اما این همه زیبایی یکی از حصه های جنت رحمان است. امروزه انسان ها را عقلشان در چشمشان هست. محبت دنیاست که معبود را فراموش کرده اید. محبت دنیاست که شریعت معبود را فراموش کرده اید. آیا این دنیا ارزش دارد که سازندش را به فراموشی ببرید؟ واقعا می ارزد؟ ای کاش حقیقت را می دیدید. مثل این خواهران فکر دنیای دروغین را نمی کنند و فریفته این زیبایی نمی شوند. اگر زیبایی را می دیدید در جستجوی زیباترین ها می شدید که او هم الله است. قصه از یک خواهر زندانی در زندان الحال قرار دارد. روزی از روزها خواهری به من نوشت سلام. جوابش را گفتم و از احوالش پرسان شدم که در کجا هستی؟ گفت در یکی از زندانها که نام دارد الحال. جویای احوالش شدم. گفتم آیا کسی را دارید که از شما خبر گیرد؟ خواهر گفت الله دارم و خلاص. سبحان الله. جواب خواهری ما و شما. باز جویای احوالش شدم. گفت در زندان به ما و دیگر خواهران زندانی ظلم میکنند. این نجس‌ها فرزندهای ما را عذاب و شکنجه میکنند. خواهر شیرم میگفت ما صبر خواهیم کرد. به اذن الله روزی خواهد آمد که قصاص خود را خواهیم گرفت. سبحان الله. خواهر در زندان است، زیر شکنجه، اما تسلیم به ظالمین نمی شود و در گرفتن انتقام شوهر شهیدش است. در انتقام برادرها و خواهران خود است. ای برادرها، شما نیم غیرت این خواهر را می داشتید. ای کاش. گفت 4 فرزند دارم. فرزندهایم روزها درس می خوانند و شبها بیدارند. پرسیدم برای چی بیدارند؟ گفت هر خواهری که فرزند بزرگ دارد شبها خواب نمی رود تا اینکه ما خواب رویم. نگهبانی می کنند تا اینکه این نجس‌ها در حالت خوابمان حجابمان را نگیرند و به ما دست درازی نکنند. خوابی براحت نمی روند. خواهران زندانی ما و شما. یا رب هر زندانی را آزاد، هر غمگین را شاد و دنیا را تحت شریعت خودت گردان. یا رب. خواهر سخن می گفت با غیرتانه، اما اندوهگین بود، غمگین بود. امید داشت که روز برادرهایش به اذن الله خلافت را اعلان کنند و آن ما را از اینجا برآورند انشاءالله. از خواهر پرسان کردم که چی آرزو داری؟ خواهر زندانیم گفت آزاد شدن، در تگ بیرق توحید بودن، دوباره در این راه خون ریزاندن و جان دادن. خواهر زندانی بالای این همه ظلم طواغیت باز میخواهد در راه الله بجنگد. مثل دیگر زنها جا و مکان نمیخواهد، مال و ملک نمیخواهد، تنگه و طلا نمیخواهد. بیزاری از اینها یعنی از دنیا میجوید. ای کاش همه ای زنهای ما این گونه بودند و مردها نیمی غیرت این گونه خواهران را میداشتند. ای کاش. ای خواهر زندانیم، بدان که تنها نیستی. ای خواهر زندانی، در تحت ظلم طواغیت هستی. نزدیک است پیروزی. خواهرم با صبر باش، چون که صبر میوه شیرین دارد. ای کاش همه مردان و زنان مثل شما بودند. ای کاش. شیر میدان نه هر مرد آخر می شود. نه هر مرد داخل میدان و سنگرها می شود. غیرت این خواهر مرا به تعجب آورد. آخر مردها در آزادی و خواهران ما زندانی می شوند. جلبیب شرم کن و حالت را نگر. مردها را نه، غیرت زنها را نگر.
شعرهایی خوانده ات تو را شعر نخواهد کرد. جلیبیب سر بردار و شعرهای داخل زندانها را نگر.